وقتی بشکفت عالم پر صفاست فلک ایستاره زارو پر جلو است بدخشان غرقه نوری زیاست که مهمانی بدخشان پیشوا است که مهمانی بدخشان پیشواست همای بخت ملت بال بکشاد دری بر پیشوا اقبال بکشاد همای بخت ملت بال بکشاد دری بر پیشوا اقبال بکشاد بگفتا پیشوای ملتی من کتابی بخت نیکو فال بکشاد بگفتا پیشوای ملتی من کتابی بخت نیکو فال بکشاد شده ملت ز بختی خشتن شد وطن از وحدتی ملت شد آباد شده ملت ز بختی خشتن شد وطن از وحدتی ملت شد آباد بیامد صلح شد آباد کشور ز وحدت شد بدخشان تاج بر سر بیامد صلح شد آباد کشور ز وحدت شد بدخشان تاج بر سر شکوفا شد همه ارمان پیشوا شکوفا شد همه ارمان پیشوا بیشتی تاجیکستان شد برادر بیشتی تاجیکستان شد برادر شده ملت ز بختی خشتن شد وطن از وحدتی ملت شد آباد 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 رسد از صبح دم بر گوش قلبی ما سلامی دوست چه خوش در روضه دل سبز میگردد کلامی دوست چه خوش در روضه دل سبز میگردد کلامی دوست نباشد قدرت تا دوستی را برکنه دیوار شود صبح مصطفی از محبت میر شامی دوست شود صبح مصطفی از محبت میر شامی دوست با دستی دوست دادن دست گرمی میکند ایجاد با دستی دوست دادن دست گرمی میکند ایجاد فراخیزد ز باغی دل گل ازر پیامی دوست فراخیزد ز باغی دل گل ازر پیامی دوست ایا پیشوا همایونی سفر باد مبارک این سفر در این سحر باد مبارک این سفر در این سحر باد شده ملت ز بختی خشتن شد وطن از وحدتی ملت شد آباد وطن از وحدتی ملت شد آباد ایا پیشوا همایونی سفر باد مبارک این سفر در این سحر باد مبارک این سفر در این سحر باد بیای پیشوا ما انتظاریم بیای پیشوا ما انتظاریم ایا پیشوا همایونی سفر باد مبارک این سفر در این سحر باد مبارک این سفر در این سحر باد ز پشتی هر قدم فیض و ظفر باد ز پشتی هر قدم فیض و ظفر باد ایا پیشوا همایونی سفر باد مبارک این سفر در این سحر باد مبارک این سفر در این سحر باد مبارک این سفر در این سحر باد یک جوان تشکر یک جوان تشکر احسن من از صمیم قلب همه شما را به فرارسی این جشن بزرگی ملت تاجیک خلق تاجیکستان
جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم و هر کدام شما تنها خواهان خوشبختی هستم. خوشبخت باشید. خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دلیتان است همه را نصیبتان گرداند. بگذار که هر روزی با مثل روزی جشن وحدت باشد. در یک جایی که ما شما کوشش میکنیم وطن ما را بنیاد میکنیم، میسازیم، آباد میکنیم و پیشرفته میگردانیم. آبروی دولت و ملت تاجر را باز هم در عرصه بین المللی بلند میبرداریم. این است قرض فرزندی ما شما. ما باید شکرانه از آن کنیم که ما تاجیکان دولت داریم، دولتی صاحب استقلال داریم، وطن داریم. ما برابر همه کشورهای دنیا یک آواز داریم، برابر حقوق هستیم. از تمام شکوه و شهامت و تکلیف و پیشنهادهای ملت تاجیک امروز دنیا جانبداری میکند، دستگیری میکند، احترام میگذارد و عملی شده ساده. و شما سلامتی، عمر دراز، تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. مردم آریایی تبار بین زیبا هستند. باز از این ده زیباتر شوید. علم آموزین، کسب آموزین، هنر آموزین. آینده وطن خودتانه، دولت خودتانه شایبی کنید، بنیاد کنید، سازید. سبقاً بار دیگر یک جهان بینداری بیان میکنم. سلامت باشید.